در سخروا یک دهشت رو پشت سر کردیم. در روی کت‌های آهنی می‌خوابیدیم. با چشم خود دیدم که پسرها رو با الکتروشوکر می‌زدند. و دخترها می‌گفتند زن موقتی من می‌شوی. بین آنها زن‌های 6 ماهه آبستن هم بودند. بختیگل مولدوبایو را برای ثبت اقامت کهنه شده و نبودن قرارداد کاری حبس کردند. 3 روز در سخروا بود. به گفتش روز آخر آنها را بسیار تحقیر کردند. تحقیر از لحظه به سخروا افتادن سر شد. پسرها را میزدند. تلفن‌هایشان را گرفته داد میزدند. با زنها هم بسیار دغلانه رفتار میکردند. زنها را به اتاق جداگانه بردند. ما را ساعت 1 شب آوردند. بسیار سرد بود و کاندیسنر هم کار میکرد. به ما حتی کورپه ندادند. در کت‌های آهنی میخوابیدیم. فقط روز دیگرش به اتاق دیگر گذرانیدند. کورپه ها را امضا کرده گرفتیم. با اطلاع رسمی در روز 1 ایون در سخروا 173 شهروند قرقیزستان نگهداری میشد. به گفته مولدوبایو اول ماه ایون 40 نفر آنها به وطنشان برگشتند. او از سفارت قرقیزستان در روسیه و اداره مهاجرت درخواست دارد که شهروندانشان را حمایت کنند.